کجا؟ با کدام چیز ایمان داریم؟ یقینا با اون چیزی که قرآن برای ما گفته باور داریم. این الدین عند الله الاسلام، معززترین دین و مقبولترین دین به نزد الله اسلام است. اگر اسلام دین معزز است، پس ما پیروی اسلام بکنیم، دنبال او ملحدین نرویم که اموری را اختراع کرده به نامهای مختلف و امروز ما از او کسب کرده رویستیم. روز دنیای کفر برای ما وضع میکنه، روزی مادر، روزی معلم. کی وضع کرده؟ این روز کی تخصیص داده که روزی فلان باشه؟ با تاسف امی مسلمانی که امی قرآن رستا بگاره میخونه، لاف میزنه که یک سپاره